سال 525 پیش از میلاد ارتش ایران به پلوزیوم رسید. کمبوجیه دوم فرماندهی می کرد و هر حرکتش حساب شده بود. مصر پشت دیوارها آماده دفاع بود، با ارتشی مجهز و امیدوار. ایرانیان دشمن را شناختند، نقاط ضعف، ترس‌ها و باورهایشان را. کمبوجیه از حیوانات مقدس مصری‌ها استفاده کرد تا ارتش دشمن را سردرگم کند. مصریان عقب نشستند و خطوط دفاعیشان شکست خورد. پلوزیوم سقوط کرد و راه مصر به روی ایران باز شد. پیروزی نتیجه استراتژی و برنامه بود، نه فقط شمشیر. ایرانیان بدون ویرانی گسترده مصر را فتح کردند.